همین شیخ صالح پردل میگه من بسیار ضعیف آدمم، من دیگه یک عزت بسیار بزرگی دارم. خوب گفت من بسیار آدم عاجز ضعیف از کل تانگه ضعیفتر هستم، خب من یک قوت دارم و عزت دارم و که مرا تا بالا کس خریده نتونست. نه در مقابل چوکی مرا کس خریده تانسته، نه مرا در مقابل پیسه خریده تانسته و نه در مقابل شهوات. شیخ صالح پردل میگه که عزت مدنی است، من تا بالا خریده نشدیم، از مرا خریده نمیتونه. سوال دیگه از دوستای ما این هست که میگه که شما در کلیپتان صالح پردل توصیف کردین که صالح پردل میگه شخصی است که طاغوت تایید میکنه و هم کسانی که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم تکفیر میکنه و ام المؤمنین دشنام میته، یعنی روافض اونا را برادر میخونه و اونا را دوست میخونه و اونا را تایید میکنه. و این طاغوت که منظورش میگه اردوگان است که او طغیانش، سرکشیش و طاغوت بودنش میگه او هم اعلان کرده و این میگه باز میخیزه چی میکنه؟ طاغوت هم تایید میکنه و در پالوی از او بر از روافضی که مثلا ام المؤمنین دشنام میته بر از این هم چی میکنه؟ اونا را میگه من صمیم قلب دوست دارم و به این شکل. و شما در کلیپتان گفتین که این انسان خوب است و بسیاری جوانا را در فتنه انداختین. خب دوستای عزیز، من در جوابش میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز متوجه باشین که این کلیپی که ما صحبت کردیم الله مرا عفو بکنه، این تقریبا 10 سال 15 سال پیشتر بوده که وقت ریش ما تا بسیار سیاه بوده و او وقت من نظر نیک داشتم و این اشخاصی را که مثلا توصیف هم کردیم وقتی بوده که مثلا 10-15 سال پیش که اهمی اشتباهات و اهمی چیزها را نداشتن و انسان که هست تا وقت عمر رضی الله تعالی عنه امرایش بیعت میکردن، میگفتن که ما بر تو بیعت میکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله. حتی یک صحابی خیز گفت اگر مخالفت با قرآن و سنت بکنیم ما گردن تو را کت شمشیر میزنیم. اینا در اینجا انسان زنده که هست از پیش اشتباه میشم، من خودم اشتباه خود قبول میکنم، از پیش من اشتباه شده درباره این شخص، الله مرا عفو بکنه و در او وقت این مشکلات نداشت. حالی که این مشکلات پیدا کرده من به مگپ چند سال پیش خود نیستم. حال اگر این روافض برادر میخوانه و از اونا دفاع میکنه و یا طواغیت از اونا دفاع میکنن، پس من اینجا بیزاری خود از او اعلان میکنم و به الله متعال توبه میکنم از او کلیپی که درباره از این شخص ما گفتیم. الله مرا عفو بکنه به خاطر از که وقتی این اشتباهات که داشته باشه نباید این کلیپ ما سبب چی شود؟ سبب گمراهی مردم شود و ما اون نظر آل ندارم و ما از اون نظر خود برگشتیم و وقتی که من خودم شخصا کلیپ های شنیدم، امید تا را شنیدم که هم در مورد طاغوت بسیار توصیف میکرد و هم برای از اونا برادر میخوان در روافضی که اونا دشنام میتن ام المؤمنین و ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنه است و عمر رضی الله عنه و دیگر صحابه را. بنابراین ما از کل از اینا براءت خود اعلان میکنم و از الفاظی که قبلا گفتیم چون در سابق بود از او هم توبه میکنم و رجوع میکنم و مغفرت میخوایم از الله متعال به خاطر از اینکه وقتی ما چون کلیپ ثبت میکنم در کلیپ اشتباه داشته باشم باید رو علنا برای دوستا بگویم تا دوستا بفهمن. پس عالمه در شما شاهد باشین که ما به الله استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه.